بسم الله عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ترجمه: عقیده ایمایان عبارت است از ایمان آوردن به الله سبحانه و تعالی و بر فرشتگانش و با کتابهای او سبحانه و تعالی و با پیامبران و به روز قیامت و با تقدیر و نیک بد آن. در اینجا منظور از عقیده ایمایان این عقیده اهل سنت و الجماعت می باشد. عقیده اهل سنت و الجماعت و عقیده اهل سنت و جماعت چگونه که معروف است این عقیده سلف صالح است و از تابعین تبع تابعین از ائمه اربعه ابو حنیفه، مالکی، شافعی و امام احمد حنبل و غیر اینها کسانی که بعد اینها آمدن می باشد. و در اینجا شیخ مجمل و مختصر عقیده اهل سنت و الجماعت رو برای ما و شمایان بیان کرده می فرماید و دلیلش از همین حدیث ابن عمر رضی الله عنه که امام مسلم در کتاب ایمان باب در بیان ایمان و اسلام که حدیث رو گفتیم از حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت میکنه که جبرائیل علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم میآید و میگوید فقال اخبرنی عن الاسلام، ای پیامبر ما رو از اسلام خبر بده. پس پیامبر خبر میدهد، فاخبره، پس پیامبر بر جبرائیل خبر داد. ثم قال اخبرنی عن الایمان، پس سپس گفت ما رو از ایمان خبر بده. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره. پس همین چیز مجمل عقیده اهل سنت و الجماعت و این همان اصول ششگانه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم، اصول ششگانه مشهوره که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شمایان تعلیم داده، گفتند که ایمان بیاری بر الله و ملائکه ها و کتاب ها و رسولان و روز آخرت و تقدیر نیکی و بد آن. پس اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعت از این حدیث برمی آید که در اطراف همه رکن های ششگانه دور میزند، مگر اینکه علماها بعضی از چیزهای دیگر در این اضافه نمودند. بر اینکه ایمان آوردن بر رسولان داخل میشه در این فضل صحابه رضی الله عنهم، چون کسانی پیدا شدند که بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد صحابه در شأن صحابه در عقیده صحابه طعنه زدند. سپس فرمود فنؤمن بربوبیت الله تعالی ای بانه رب الخالق الملك المدبر لجمیع الامور، یعنی که ایمان می آوریم اینکه الله سبحانه و تعالی، یا که ایمان داریم به پروردگار بودن الله سبحانه و تعالی، یعنی یگانه میدونیم الله سبحانه و تعالی را که آفریننده تمام عالمیان است، آفریننده تمام عالمیان است. و ربوبیت الله سبحانه و تعالی سه چیز رو در بر میگیرد. اول الخلق، یعنی که الله خالق است. الله سبحانه و تعالی خالق تمام چیز و تمام کس است. الملک، دوم ملک، الله سبحانه و تعالی مالک تمام چیز است. سوم تدبیر، یعنی چاره‌بینی، چاره‌جویی، الله سبحانه و تعالی تدبیر کننده و چاره‌بین تمام چیز است. دلیل اینکه الله سبحانه و تعالی خالق است و تدبیر کننده است قول الله سبحانه و تعالی استعیذ بالله الا له الخلق والامر، سوره اعراف. خلق که الله سبحانه و تعالی خالق است و الامر این تدبیر است، یعنی چاره‌بینی و چاره‌جویی. و دلیل ملک قول الله سبحانه و تعالی ولله ملک السماوات والارض، تمام آسمان ها و زمین ملک الله سبحانه و تعالی است. پس ربوبیت الله سبحانه و تعالی این که الله خالق است و مالک است و تدبیر کننده تمام چیز است. در اینجا ایمان آوردن به الله سبحانه و تعالی یعنی ایمان آوردن به ربوبیت او سبحانه و تعالی که این را توحید ربوبیت میگویند و توحید ربوبیت این انسان اقرار نماید و اعتقاد نماید که الله سبحانه و تعالی رب عالمیان است، پروردگار عالمیان است. پس رب به معنی مالک میآید و به معنی تربیتگر میآید.
پس الله سبحانه و تعالی رب عالمیان است، پس مالک عالمیان است و کسی دیگر مالک و مربی شده نمیتواند و مربی تمام عالمیان را الله سبحانه و تعالی با این نعمتهایش تربیت نمود. پس الله رب است، مالک است، خالق است، در صفت خلقش یگانه است، در ملکش یگانه است و الله سبحانه و تعالی ملک را از برای هر کسی بخواد میدهد، از هر کسی بخواد ملک را میگیرد و تدبیر تمام امور در دست او سبحانه و تعالی است و بس. و این توحید ربوبیت که بر این مشرکای اولین اعتراف میکردند. الله سبحانه و تعالی میفرماید استعیذ بالله ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله. اگر از آنها سوال کنی، پرسش نمایی که کی شما را خلق کرد، کی آنها را خلق کرد، با تأکید که آنها میگویند الله. پس اعتراف میکنن آنها که الله خالق است. این حجت است بر ضد آنها، بر علیه آنها که هنگامی که انسان اعتراف نمود که الله خالق است، پس برای لازم میگرده که عبادت را تنها از برای او صرف نماید، چون او معبود است و اطاعت کرده می شود و سزاوار عبادت است. و نؤمن بألوهیت الله تعالی ای بأنه اله الحق. یعنی ایمان می آوریم یا اینکه ایمان داریم به الهیت بودن الله سبحانه و تعالی، یعنی الله سبحانه و تعالی ذات است که لایق و سزاوار عبادت و پرستش است و غیر او همه چیز معبودان باطل و دروغین است و کسی از غیر الله مستحق و سزاوار عبادت نیست. الله سبحانه و تعالی اله است، یعنی او سبحانه و تعالی معبود بر حق است که انسان با محبت و اخلاص به سوی او سبحانه و تعالی رجوع میکنند. پس او اله حق است و غیر او خدایان همگی در باطل و در گمراهی و در ضلالت هستند. پس او معبود بر حق است که جز او کسی دیگر و چیز دیگر سزاوار عبادت نیست و شده نمیتواند. و ان کل معبود سواه باطل. به درستی که بدون شک و تردید که هر چیز غیر الله سبحانه و تعالی باطل است و عبادتش هم باطل است. و این قسم را توحید الوهیت میگن، نه که توحید عبادت، که تمام نوعهای عبادت باید خاص او سبحانه و تعالی با محبت و تعظیم و اخلاص قرار بگیرد و صرف نمودن نوعی از نوعهای عبادت در غیر الله سبحانه و تعالی این ظلم است و جرم است و ستم است و کفر است و عدوان است. و نؤمن باسمائه و صفاته ای بانه له اسماء الحسنى و صفات الكاملة العليا. و همچنین ایمان داریم و ایمان می آوریم به نامها و صفتهای او سبحانه و تعالی که او دارای نامها و صفتهای پررو و والاست. چگونه که الله سبحانه و تعالی در محکم آیاتش می فرماید ولله الاسماء الحسنى. تنها از برای الله سبحانه و تعالی نامهای کامل است. الله می فرماید الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. الله معبود بر حق است، له الاسماء الحسنى. از برای الله سبحانه و تعالی نامهای حسن است، نامهای زیباست. الله می فرماید ولله المثل الاعلى، یعنی که از برای الله سبحانه و تعالی وصف کاملتر و درستر و پرتر است. وصف الله سبحانه و تعالی حسن، یعنی در حسن کامل است، کاملترین کامل هست. و علیا باشد، یعنی در وصف بالاترین مقام رو رسیده است. پس صفات الله سبحانه و تعالی، نامهای الله سبحانه و تعالی و صفات او بالاترین مقام و زیباترین مقام را در بر گرفته است که در آن وصف مذمت وجود ندارد و الله پاک و منزه است از بدیها و از تمام چیزهایی که بر او نسبت داده می شود. ایمان آوردن به توحید ربوبیت این رد کردن عقیده باطل دهری هاست که میگن خود زمانه به دنیا آمد، دنیا خود پیدا شد. و رد بر کمونیست هاست که کمونیست ها اصلا بر رب و پروردگاری اصلا ایمان ندارن. و توحید الوهیت باشد رد بر قبر پرستان است، و قبوری ها و مشرکان است
که عبادت را در غیر الله صرف می نمایند و توحید اسما و صفات باشد، رد بر این معطله ها و جهمی ها و اشعری ها و غیر از این طایفه ها می باشد. عقیده یکی از امورهای اساسی و مهم در حیات بنده باید باشد. انسان حریص باشد، تلاش نماید قدر امکان و تواناییش عقیده صحیح و درست را موافق مذهب عقیده اهل سنت و جماعت از خود نماید در ربوبیت الله سبحانه و تعالی، در الوهیتش و در اسما و صفاتش. چون آن کسانی که الله سبحانه و تعالی از آنها راضی شد، گفت رضی الله عنهم، من از آنها راضی هستم. و رسول صلی الله علیه و سلم گفت بهترین قرن عصر من است، پس ثم الذین یلونهم، سپس کسانی که پس از این بودند، پس از اینها، از ائمه اربعه، الله از همه آنها راضی باشد. پس این ادب است، این دانش است، این علم است، این معرفت است، این نجات است، این کامیابی است، این سعادت مندی است.